سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من یونس حفصی هستم. امروز اومدیم با اون برسیم به اون مکعب، ولی باید بکشنیم. خب این صندوق رو باز کنیم. البته تو اینجا یه صندوق هست 64 تا بلاکه، باید برسیم به اونجا. اول میکنیم. خب بچه ما بلاک رو پیدا کردیم از اونجا. حالا باید بریم بریج بکشیم. بریج چی میگه؟ بچه اینجا خیلی با موضوع باشیم که نیافتیم، چون پلش من یه جاش فکر کنم اشتباه کردم. بذار نتوسش اگر افتادیم ایبی نداره، ولی از این هم میتونیم استفاده کنیم موقعی که تموم شد، ولی ما فعلا داریم از بلاک زرد استفاده میکنیم. بچه فقط تو رو خدا لایک و دنبال بکن. من چند روز دنبال لایک و دنبالم، واقعا خیلی الان نیاز دارم. ای ما رو مسخره کرد. خب بچه ها، من فعلا یه دونه ویدیو گذاشتم چون نتم تمام شد، بخاطر همین نتونستم بزنم. فعلا دارم سعی میکنم نت بگم، اونم آب حالا انتظار بهم نمیده. همچه اجازه‌ای نمیدونم چه مشکلی داره. خب بچه ها دیگه داریم میرسیم. واقعا الان چرا باید 42 تا بشه؟ 41 جی. فقط اگر میشه کانال یوسف افسی هم دنبال کنید که الان منم افتادم بخاطرش گفتم. یوسف فقط تو روبیکا میذاره، هم شاید تو آپاراتم بذاره، ولی نمیدونم. من میخواستم تو آپارات بذارم ولی چون نشد دیگه قبول نمیکنم ویدیو رو. میتونم دست بدم؟ نه. گرم کوری کردم حسابی. بلاش کنم از این کارو نکنیم بهتر. تو فیلم یکی از فیلم ها دیده بودم از این کارو میکردم. خب یه دونه ویدیو بکن، سعی کن نخند. یه فیلم های خندداری میذارم، اگر ببازم دیگه هیچ. یعنی باید یه چی بخورم دیگه، یه چی که عذاب بکشم ازش.
حاجی ما برعکس زدیم. اینجا رو عیبی نداره برش بکشم چون برعکس زدیم. بچه رسیدیم و بردیم. حالا لایک و دنبال یادتون نره تا ویدیوی بعدی. خدا حافظ.